بذار بهتون یه چیزی بگم. تصور کن داری از یه قرار ملاقات برمیگردی خونه، دستت رو فرمون و داری فکر میکنی با خودت که خب مثلا چجور پیش رفته این دیت، قرار بعد نه 2-3 بار خندوندمش و یکم با هم صحبت کردیم، بالاخره اون انرژی بینمون انگار شکل گرفته. همینجوری داری با خودت فکر میکنی که همه چی خوب پیش رفته و باید بهت بگم که اون دخترم زمانی که داره برمیگرده خونه داره با خودش فکر میکنه که این رابطه ارزش ادامه دادن داره یا نه. بذار یه رازی رو بهت بگم که برگات واقعا بریزه. اون دختر همیشه چیزای کاملا متفاوتی رو چک میکنیم، چیزایی که اصلا روحت هم خبر نداره داره مانیتور میشه. شما آقایون چیزایی که فکر میکنین اصلا مهم نیستن رو ما بررسی میکنیم. شاید چیزایی که مثل یه فرستنده رادیویی هستن که یادت رفته خاموششون بکنی یا اثرگذاریش رو داشتی پخش میکردی، تو فکر کردی فقط رفتی یه قهوه بخوری باهاش و یه ایمپرشن و تاثیر اولیه خوب روش بذاری، اما اون داشته مدرک جمع میکرده راجبت. پس من امروز میخوام تحلیل بکنم که زنا واقعا تو قرار اول چه چیزایی رو متوجه میشن و از دید روانشناسی مغز زنا تو دیت اول بیشتر دنبال چه نشونه هایی میگرده. قول میدم بعضی از این نکات واقعا سورپرایزت کنه، بعضیش هم حتی ممکنه کلافت کنه، اما اگه میخوای دیت دومی واقعا در کار باشه همه اینا به کارت میاد. پس اگه برات جالبه حتما تا آخرش با من همراه باش. اول مرسی که اینجایی و دوستم که ویدیو رو لایک بکنی و زنگوله رو بزنی. بذار بهت بگم، ببین اون دختره حتی قبل از اینکه برسی سر میز داره نگات میکنه. اصلا موضوعی نیستش که داره لباساتو چک میکنه، نه، اول از همه داره زبان بدنت رو میخونه. داری با شونه های عقب رفته میای تو و جوری حرکت میکنی که یعنی انگار تو این دنیا راحتی، یا از اون مدل شونه های افتاده و قوس کرده که انگار داری از مبل و صندلی عذرخواهی میکنی که اونجا حضور داری، یعنی اینقدر معذبی. پس اعتماد به نفس تو توی طرز راه رفتن تو نشون میده. مهم هستش هیچ کس اون پسری رو نمیخواد که جوری راه میره انگار داره میره جایزه اسکار بگیره. من قرار نیست بگم که تو باید غرور داشته باشی، یه اعتماد به نفس معمولی آدمیزادی دیگه، همین حد میخوام که داشته باشیم. قبل از اینکه بخوای فکر کنی این خیلی سطحیه، بذار بهت بگم که چرا اصلا مهمه. از دید روانشناسی طرز برخوردت با خودت نشون میده که تو پوست خودت راحتی یا نه. چون ببین اگه با خودت راحت نباشی اون زنه مجبور میشه جور کار عاطفی، یعنی زحمتی که یه فرد برای مدیریت احساسات خودش و دیگری میکشه رو اون بکشه برای تو. و خب اینو هیچ زنی واقعا قبول نمیکنه، دختری قبول نمیکنه و هیچ استخدامی نیستش که زنا بخوان براش فرم پر کنن. من خودم به عنوان یه مشاور توی جلساتم دختری رو داشتم که میگفتن طرف جوری اومده داخل که انگار میخواسته خودش رو تا کنه بکنه تو جیبش. باورتون میشه این جمله رو من شنیدم ازشون؟ شونه‌ها قوس کرده، چشا رو به زمین، جوری راه میرفته که انگار میخواسته دیده نشه اصلا. و حتی مراجعه کننده به من میگفتش که استرس و ناراحتی رو از اون طرف رستوران قبل از اینکه حتی سلام کنه من حس کردم. پس نکته روانشناسی درباره ناراحتی و استرس شماها اینه که اصلا ببین مثل یه خمیازه واگیر داره. تو با اضطراب میای داخل و اون این انرژی رو از تو میگیره، یهو چشم باز میکنه و میبینید هر دوتاتون اونجا نشستین و معذب هستین و هیچ کس هم دقیقا نمیدونه که چرا این معذبی پیش اومده. پس وقتی بالاخره میری سر میز و اون نما رو ازت میگیره داره صورتت رو میخونه، به خصوص چشات و لبخندت. تماس چشی اصلا برقرار میکنی، جوری لبخند میزنی که انگار واقعا از دیدن اون دختر خوشحال هستی، یا قیافت یه جوریه که انگار تازه احضار شدی به یه اتاق رئیست و بابت کاری که نکردی قرار سرزنش بشی. پس صورتت باید واقعا بهش بگه که اصلا دلت خواسته که توی اون دیت باشی و این وظیفه نیستش که اومدی مثلا روی زجر کشیدن انجامش بدی. اما در مورد لبخند زدنت هم نکته خیلی مهمه، لبخند واقعا باید به چشات برسه. اون لبخند با لبای بسته و خجالتی که دهنت میره بالا ولی چشات مرده است اصلا واقعی نیستش و طرف مقابل اینو میفهمه. نقش لبخند زدن رو بازی میکنی در حالی که روحت یه جای دیگه است. اینجوری نباشه لطفا. اعتراف کنیم به چیزی که اصلا شاید باورتون نشه چقدر برای ما دخترها مهم هستش. ما واقعا کفشای شما رو خیلی نگاه میکنیم. مجبورم راجبش حرف بزنم واقعا، چون واقعا مهمه. دخترها متوجه کفشای شما میشن، نه بابت اینکه نشستیم اونجا مثل مجریای پروژه شو تلویزیون مربوط به مد و فشن مثلا میخوایم راجبش قضاوت بکنیم، نه اینطوری نه. این کفشه نماد اینو داره برای ما. اصلا این آدم حواسش به چیزای پایه‌ای و اولیه زندگیش هستش یا نه؟
وقتی تو با کفشایی میای که انگار از یه بلای طبیعی جون سالم به در برده، با خودمون میگیم که اگه واقعا متوجه نمیشه یا براش مهم نیستش که کفشش داره روی پاش تجزیه میشه، دیگه متوجه چه چیزایی ممکنه نشه این پسر. دیگه داری میذاری چه چیزایی تو زندگیت اصلا به پاشه و کلا ولش کردی. ببین کفشا ربطی به مد نداره، ربط به نگهداری و رسیدگی تو داره، به اینکه آیا تو آدمی هستی که وقتی چیزی فرسودش رو جایگزینش میکنی یا از نوعی هستی که چیزای خراب رو اونقدر استفاده میکنی تا کلا از کار بیفته. من نمیگم که برین کفشای گرون قیمت بگیرین و همش سفید و تمیز باشه، اصلا احتیاجی به این نیستش. منظور من اینه که کفشایی رو باید تو داشته باشی که یه چاله تا فروپاشی کامل ساختاری واقعا فاصله نداشته باشه، یه کفشایی که تمیز و مرتب باشن. کل حد نصاب همینه و با این حال هنوزم خیلیاتون پاتون گیر میکنه بهش واقعا و توی این مورد رعایت نمیکنه. راجع به چیزی صحبت بکنیم که واقعا باورم نمیشه هنوز توی این سالها مجبورم که راجبش حرف بزنم. بهداشت اولیه. تو باید بوی انسانی رو بدی که در گذشته بسیار بسیار نزدیک با صابون ملاقات داشته، نه اینکه توی اتکلون غرق شده باشی تا حقیقت حموم نرفتنت رو بخوای بپوشونی. واقعا منظورم تمیز بودنه. موهات باید جوری باشه که انگار شسته شده، لباسات باید بوی تمیزی و شوینده خوب بده، اینکه بوی کف اتاقت با کرک و گرد و غبار دوست شده باشن. اگه ریش داری باید جوری باشه که انگار با قصد و هدف مرتبش کردی، نه اینکه روی تنبلی ژیلت نزدن خودت رو گذاشتی به حساب انتخاب استایلت. اما اتکلون لطفاً تو زدنش زیاده روی نکنید. اتکلون باید وقتی کشف بشه که یه نفر بهت نزدیک میشه، نه اینکه از اون طرف رستوران جوری اعلام حضور بکنی با بوی عطر اتکلونت انگار یه فروشگاه زنجیره‌ای تمام تستاشو انجام دادی زدی به خودت. مورد پوششت نیاز نیست با کت شلوار 4 تیکه بری، ولی باید جوری به نظر برسی که انگار فکر کردی داری یه انسان خاص رو می‌بینی و اون انسان ارزشش بیشتر از اون بوده که با همون لباسایی بیای بیرون که موقع غر زدن تو تخت تنت بوده یا بیرون رفتن با دوستا و رفقای معمولی تنت بوده. یه پیراهن تمیز بپوشین بدون لکه مشخصی، چروک هم جوری نباشه که گار از زیر یه عالمه لباس اونو کشیدین بیرون و 2 ساله که کف اتاقت غلط می‌خورده. واقعیت اینه که جوری بیای که معلوم باشه این فکر و انرژی پشت پوششت بوده و داری میگی من واقعا به این قرار ملاقات ارزش قائل شدم و یه وظیفه نیستش برای من، یه حس خوبه. خب بچه‌ها برسیم به یه مورد که خط قرمز خیلی از ما دختراست و 80% شما آقایون همینجا دیتو به فنا میدین بدون اینکه اصلا خودتون بفهمین. واقعا چطوری با گارسون صحبت میکنی؟ چطور به خریدار بلیط، باریستا، کسی که درو برات باز کرده یا کسی که چوب بیلیارد یا گلف یا هر چی رو دستت داده رفتار میکنی؟ آیا مؤدب هستی؟ باهاش تماس چشمی برقرار میکنی که انگار یه انسان واقعیه؟ از کلمات لطفاً، ممنونم اصلا استفاده میکنی یا اصلا وجودشون رو ثبت نمیکنی و مثل یه ربات خودکار باشون برخورد میکنی که تنها وظیفش آوردن یا دادن چیزا به تو بوده؟ چون خانوما تعامل رو مثل عقاب زیر نظر دارن. ما و من خیلی دقیق حواسمون هستش، چون چیزی رو میبینیم که ظاهراً بعضی از شماها نمیبینید. طرز رفتار تو با کسی که عملاً نمیتونه کاری برات بکنه جز همون شغل اولیه‌اش، کسی که احتمالاً هرگز نمیبینیش، کسی که نظرش دقیقاً 0% در زندگی تاثیر داره، اون ذات واقعی تو رو گاهی اوقات نشون میده. اون پسر مهربون، جذاب و حواس جمعی که الان روبروش نشسته میتونه فقط یه نمایش باشه، چون داره سعی میکنه تحت تاثیر دختره رو قرار بده و تو بهترین حالتت هستی. اما گارسون رو به نظرت نیاز نداره که اونو تحت تاثیر قرار بدی دیگه و فکر می‌کنی کسی هم حواسش نیست، ولی اون دختره داره نگاه میکنه که تو چه جوری با گارسون رفتار میکنی، بیادبی بهش میکنی، ایگنورش میکنی، تشکر ازش نمیکنی، اصلا نمیبینیش، انگار آدم حسابش نمیکنی. این یادداشت‌های ذهنی دقیقی که اون دختر برمی‌داره داره همون افکاری رو میسازه که توی ذهنش داره میچینتش. من خودم تو جلسات مشاورم دختری رو داشتم که میگفت پسر سرشو برد بالا و برای گارسون بشکن زد، نه لطفاً گفت، نه ممنونم گفتش، نه حتی نگاش که، فقط بشکن زد، انگار میخواد توجه یه سگ رو جلب کنه. اون دختره میگفت دیدن اون صحنه مثل این بود که پیشنمایش کل رابطمون رو دیدم، چون بالاخره وقتی که دوران ماه عسل و سویت تایم رابطه تموم بشه منم دیگه کسی نیستم که بخواد تحت تاثیر قرارم بده دیگه. منم میشم همون گارسونه که سرش بشکن میزنن یا باهاش مثل یه مزاحم رفتار میکنه. پس یه ایده فوق العاده ساده، با گارسون یا اونجایی که میری کافه از هر جاست واقعا مثل یه انسان رفتار کن.
مجانیه، اصلا هیچ هزینه‌ای برات نداره و این شاید تنها چیزی باشه که واقعا برات دیت دوم رو میخره. حالا بیایم راجع به مکالمه حرف بزنیم، چون اینجا جاییه که تعداد شوک کننده آدم‌ها به طور فجیحی رد میشن، چه مردش چه زنش، و بعضیا واقعا روحشون هم خبر نداره که این اتفاق داره میفته. ازت میخوام که یه سوال بپرسم. تو از دختره اصلا سوالی میپرسی، به جواباش گوش میدی، یا فقط منتظر اینی که نوبت خودت برسه حرف بزنی؟ کار اشتباهی که خیلی از مردا اینو میکنن اینه که یه سوال میپرسن، دختره جواب میده و قبل اینکه اون دختره حتی حرفش تموم بشه با داستان خودشون اون پسر میپره وسط. اوه آره راست میگی، دقیقا میفهمم چی میگی، یه بار منم فلانجا همچین داستانی رو داشتم. دیگه حالا بشین توضیح بده. تو فکر میکنی داری ارتباط برقرار میکنی و با اشتراک گذاشتن تجربه مشابه داری صمیمیت رو میسازی، اما خب اون فکر میکنه تو داستانش رو دزدیدی دیگه تا راجب داستان خودت فقط حرف بزنی، خود شخصیت بیای راجبش حرف بزنی. اون فکر میکنه تو از جوابش فقط به عنوان یه سکوی پرتاب برای کنفرانس شخصی خودت استفاده کردی. مردایی که زنا واقعا یه خاطره خوبی ازشون دارن سوالات پیگیر کننده میپرسن، روی حرفی که اون اول زده صحبت رو میسازن، به جای اینکه بلافاصله همه چیز رو به سمت خودشون منتقل کنن به چیزی اشاره میکنن که 5 دقیقه پیش گفتن و ثابت میکنن که داشتن واقعا گوش میدادن، نه اینکه فقط سر تکون میدادن و قهوهشون رو میخوردن و دور و بر رو نگاه میکردن. چیز دیگه ای که باید بهتون بگم اینه که اون دختره واسش به ادب شما هست، یه ادب پایه‌ای هستن، واقعا پایه‌ای ترین سطحش در حد مهد کودک. مثلا گوشیتو میذاری کنار یه جوری که انگار میفهمی یه آدم واقعی جلوت نشسته و قابل توجه هستش، یا هر چند دقیقه یه بار اینجوری پایین رو چک میکنی انگار منتظر اخبار فوری تو گوشیت هستی، وسط حرفش میپری، جملهشو قطع میکنی. تو ممکنه بگی الان همه چسبیدن به گوشی‌هاشون، خیلی عادیه که مثلا من گوشیمو چک کنم. وقتی سر قرار میری طرف فکر میکنه که ارزش توجه تو رو نداره، اینکه این اینستاگرام یا نتیجه بازی جالب‌تر از اونه و تعدادی هر جایی باشی الا اونجا، اینجوری فکر میکنه. شایدم فکر کنی قطع کردن حرفش یعنی تو خیلی درگیری و هیجان زده، ولی اون دختره فکر میکنه که تو واقعا بی‌ادبی و برات مهم نیست که اون داره چی میگه و بذاری دختره مکس کنه تا دوباره بپری وسط حرفاش. خانم‌ها احترام و ادب وجود مطلق رو خیلی خوب حس میکنن و اگه تو نتونی تو دیت اول که مثلا قراره بهترین تاثیر رو بذاری یه ادب ساده رو مدیریت کنی، تو دیت 10 و 50 که دیگه خب انقدر تلاش نمی‌کنی چی میشه واقعا. ادب درباره پیروی یه سری از قوانین سخت نیستش، یعنی به طرف نشون بدی که مهمی و اونو انسانی میبینی که قابل توجه و احترام توه. ادب واقعا همینه. حالا بذار از انرژی هم بگم، کلمه‌ای که این روزا خیلی میگن و معنیش واقعا تو دیت چیه، تو قرار ملاقات ها چیه. به مدت دختره داره تمام انرژی تو رو میخونه، رسما هر یه ثانیه‌اش رو، و اگه انرژی تو منفی، سنگین و خسته کننده باشه احتمالاً داره این متن پیام رو میفرسته که آره ممنونم ولی ما به درد هم نمیخوریم. آیا تو توی دیت داری در مورد پارتنر قبلیت، شغلت، رفت آمدت یا مثلا اکست که هنوز داری بهش فکر میکنی شکایت میکنی و حرف میزنی؟ اگه تو نیم ساعت اول بیشتر از یه چیز شکایت کردی تو یه آدم خسته کننده میشی توی دیت. دخترها نمیخوان به کسی دیت بذارن که با هر ناراحتی کوچیکی مثل یه حمله بزرگ از یه جهان خاصم رفتار میکنن. دخترها نمیخوان وقت با ارزششون رو صرف این بذارن که طرف هنوز ناراحت اکسشه، داره از اکسش حرف میزنه. واقعا حرف نزنید راجع به گذشته‌تون، اینقدر حرف نزنید، وارد جزئیاتش نشین. بده، نکنید این کارو. مورد بعدی، این یکی رو شاید حتی خودت هم نفهمی داره اتفاق میفته. زنا مدام دارن ارزیابی میکنن که آیا با تو حس امنیت دارن یا نه، آیا به حریم شخصیش احترام میذاری و یا خیلی نزدیک میشینی، زیادی لمسش میکنی و یا بدون هیچ چراغ سبزی دستش رو میگیری. چرا این کارو میکنی واقعا؟ بذار یکی از مراجعه کننده هام بهتون بگم که اون داشتش اینجوری میگفت، به من اینطوری گفت که من سر یه دیتی رفتم و اون آدمه هی نزدیک و نزدیکتر میشد و هی دست میزد به من، منم هی میرفتم عقب‌تر. واقعا وقتی دختره داره میره عقب، چرا انقدر تو خوندن زبان بدن خنگی بوده اون طرف؟ نمیدونم، شاید واقعا براش مهم بوده و جوابش هم قطعا همینه. همینطور که دیت داره پیش میره و داری حرف میزنی و دستتو داری تکون میدی، اون داره به دستات نگاه میکنه، ناخونات تمیز و کوتاه شده هستن، دستات جوری هستن که معلومه مثلا رسیدگی اولیه رو داشتی بهش. به خاطر همینم میخوام بهت بگم که بحث رسیدگی هستش، تمیزی هستش، همین تکلیف همینه. البته اگه شغل جوریه که دستات کثیف میشه ما اونو در نظر میگیریم. اگه شغلشو مثلا تعویض روغنی و تعمیرگاه و اینطور چیزا هستش دیگه شغلشو اوکیه که حالا دستاش سیاه باشه.
در کل طرز برخورد تو کل دیت زیر نظر داره، نه فقط موقع ورود. راحت هستی، با خودت اوکی، مدام داری بابت شغلت، آپارتمانت، ماشینت یا اصلا وجودت هی شکایت میکنی، اعتماد به نفس واقعی نداری که باید داشته باشی، باید راحت باشی تو پست خودت. اما اگه کل دیت رو بذاری برای اشاره به نقاط ضعفت، داری کار اونو راحت میکنی و اونو قانع میکنی که به علاقه‌مند نشه. تو داری علیه خودت مدرک جمع میکنی و تو دستاش میدی و بعد تعجب میکنی که چرا اصلا ردت کرده این دختره. دوستان بیاین به یاد داشته باشین که اون درمانگر تو نیستش که بیاد اعتماد به نفس تو رو بسازه. اگه تو خودت ارزش وقتت رو نمیدونی، چرا باید اون بدونه؟ حالا موقع حساب کردن صورت حساب میرسه، اون داره نگاه میکنه که چجوری مدیریتش میکنی. اصلا نه به خاطر اینکه برامون مهمه که چه کسی پرداخت بکنه ها، گرچه خب خیلی از دخترها اهمیت میدن، ولی در کل داره انرژی تو رو دور پول میبینه که قراره این لحظه رو عجیب غریب بکنی یا نه، و یا با بزرگواریت پرداخت بکنی، جوری شو بازی در بیاری که اون باید تا عمر داره ممنون دارت باشه و بدهکارت شده. اکثر زنها اگه لازم باشه مشکلی با دنگ دادن ندارن، مسئله انرژی پشت اونه. اگه اونو معامله‌ای یا زشت بکنی، اون داره اینو ثبت میکنه و اصلا این از چیزی که میبینه خوشش نمیاد واقعا. و من ازتون میخوام که تو قرار اول صرفا دعوتش کنید به خوردن یک قهوه، یه کافی، یه آب میوه، یه چیز سبک شروع کنید. خب اگر هم که واقعا مسئله مالی ندارین، میتونید دعوتش کنید به یک رستوران یا یک جای تفریحی و براتون پول دادن و هزینه کردن فرقی نداره، میتونید این کار بکنید. ولی خب بعضیا خیلی براشون مهمه. در نهایت اینا چیزایی بودن که زنا واقعا جشونن، در حالی که تو داری فکر میکنی خب دسر سفارش بدم یا نه. چیزایی که تو راه خونه یا موقع خواب بهش فکر میکنن، ایناییه که من بهت گفتم. بخشی از اون ظاهری، خیلی از اون به طرز رفتار تو با دیگره و بخش اعظمش مربوط به انرژی و اینه که آیا کنار تو احساس امنیت به راحتی داره یا نه. اگه فکر میکنی چیزای زیادیه که باید حواستون باشه، بذار یه چیزی رو بهتون بگم. نیاز نیست به هیچ کدوم از اینا به صورت آگاهانه فکر بکنی. مثل یک انسان شریف فقط برو جلو، مهربون باش، تو لحظه حضور داشته باش، با همه خوب رفتار کن، نه فقط با کسایی که میخوای تحت تاثیر قرارشون بدی. بیشتر از اینم که حرف بزنی، گوش بده، به مرزها احترام بذار. این کارا رو بکن، بقیه‌اش خودش درست میشه. ولی اگه اینا رو خراب کنی، مهم نیست که چقدر خوشتیپی و چقدر میتونی بخندونیش، اون میره و متاسفانه همون یه دفعه کاری رو میکنه، اون دختر میره روح میشه، گستت میکنه و راههای ارتباطی رو میبنده و غیب میشه. امیدوارم این نکات براتون مفید باشه. اگر دوست داشتین حتما ویدیوهای دیگر رو هم ببینید. در مورد دیت گذاشتن و در نگاه اول دخترها جذب چی میشن، من اینو براتون ویدیوش رو ساختم و توی کپشن هم لینکش رو میذارم. سابسکرایب یادتون نره، لایک کردن این ویدیو کمک میکنه که این ویدیو به افرادی نمایش داده بشه. منتظر شنیدن این نکات هستم. مراقب خودتون باشین تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.